سلام دوستان عزیزمون، این نگاه کنید که از برقای شهرستان ایران شهر. مسعود نشکن ولش کن. سیماش شلن درسته؟ با سیم بستن. نگاه کن الان با پیشش میبنده آقای مسئولین عزیز. اینو نگاه کنید. اولا سلام به همه برسونید، به مسئولین عزیز. اول برای اداره برگ شهرستان ایران شهر، این روستاهای قاسمی میلان سران است. نگاه کن آقای که فرزین، مهندس فرزین، آقای سلیمانی، ابراهیم سلیمانی. نگاه کن این تیربرگی. الان این دفعه نیا، این دفعه باد میکشه، ما با پیشش میبندیم. اولا شما با سیم بستی فشارکویش، برگ فشارکویشه. نگاه کنید برگ فشارکوی الان تیربر نصف شده، نصفشون با هم بستن، بازم سیماش شله. ما الان با پیش بستیم. الان این دفعه یه پیش دیگه ببند مسعود، یه پیش پایینشو ببند تا تیربر نیفته. مسئولین نیان این دفعه راحت باشن. الان یک سالشه همین چند تا تیربرش پشت سر هم، 5-6 تیربر پشت سر هم شکستن باد و اثر باد شدید. الان یک سالش تکمیل. مسئولین با سیم بسته رفتن راحت، اصلا به فکرشم نیستن. نگاه کن الان ما با پیش بستیم، راحت باشه. آقای ابراهیم سلیمانی رئیس اداره برگ شهرستان ایران شهر، آقای مهندس فرزین بهره برداری. الان این دفعه راحت باش، ما با پیش بستیم. پیش تموم شد مسعود؟ اگه تموم نشده بازم بالاش ببند تا این دفعه باد میاد حالا همیشو میشکنه. فشارکوی الان 2 مترش بالای دستشه. ما نگاه کنید فشارکویشه. این سیما رو نگاه کنید. این روستاهای قاسمی سران و میلان است. الان مسئولین راحت باش، ما تیربرگو بستیم با پیش، شما با سیم بسته، سیما شل شده. الان راحت باشی، الان فقیر نباشی. این دفعه الان روستایمون تقریبا 16-17 خانوارش برگ نداره. هر دفعه ما میان اداره برگ میگه شما بری میرسان میری، میگم تو شبکه ما نیستن. باز میگه صبر کن. ما تا که صبر کن؟ تیربرگ نگاه کنی به خدا. مسئولین باید باش. این تیربرگ نگاه کنی، سیما رو تکن ده، سیما رو نگاه کن. این سیماشو بستم بالا پایینش. ما جانش ماشاءالله با سیمش بستم، با سیماش شله. ما الان با پیشش میبندیم، راحت باش.